اگه اشتباه نکنم دنبال خرید یه گوشی موبایلی، اینجا رو داشته باش یه راهکار خیلی مطمئن دارم برات. وارد سایت زومیت میشی، یعنی zoomit.ir. بخش محصولات رو از این بالا انتخاب میکنی، اسم گوشی رو وارد میکنی، انتخابش میکنیم. تو این صفحه همه اطلاعات مورد نیازت هست، مشخصات فنی، گالری عکس، حدس نظر بقیه کاربرا. حالا که مطمئن شدی وقتشه بریم تو بخش قیمت. اینجا کلی فروشگاه اینترنتی لیست شده و میتونی ارزون ترین قیمت رو ببینی. مطمئنم تو بخش محصولات زومیت میتونی ارزون ترین قیمت هر گوشی موبایل رو پیدا کنی. LG G8 S18Q به نمایشگر 6.2 اینچی OLED با رزولوشن 2248 در 1080 پیکسل و پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز شده. باتری 3550 میلی آمپر ساعتی و چیدمان سه‌گانه دوربین شامل حسگرهای 12 مگاپیکسلی با لنز استاندارد، 12 مگاپیکسلی با لنز تلفوتو و 13 مگاپیکسلی در پس لنز اولترا واید دیگر مشخصات پرچمدار جدید LG. G8 S18Q به دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی و نمونه TOF 3 بعدی مجهز شده که LG از این چیدمان با نام Z کامرا یاد میکنه. به لطف تجهیز به این چیدمان، گوشی جدید LG قابلیت تشخیص مشخصات دست کاربران رو داره تا امکان باز کردن قفل گوشی تنها با قرار دادن دست در مقابل گوشی هم وجود داشته باشه. درک ضخامت و مشخصات ابعادی رگ‌ها با حسگر اینفرارد بخشی از توانایی این دوربینه که به واسطه اون توانایی تمایز دست افراد مختلف با یکدیگر رو داره. چیپست اصلی دستگاه اسنپ دراگون 855 که در کنار 6 گیگابایت حافظه رم قرار داره و قدرت اصلی دستگاه رو تامین کرده. گواهی IP68، اندروید 10 که خب البته هنوز به صورت کامل براش عرضه نشده، پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی از جمله بقیه ویژگی‌های این گوشی به حساب میاد. بعد از مدت‌ها بالاخره گوشی پرچمدار LG به دست ما رسیدش. تو بازه خیلی حساسی هم اومده، یه جوری که ما که الان بخوایم اینو حالا بررسی روش انجام بدیم و ببینیم که این دستگاه واقعا چقدر ارزش خرید داره، همش باید مقایسه بکنیم. به خاطر اینکه یه جوری اواخر سال 2019 ایم داریم سراغ سال 2020، اونجا قراره کلی گوشی چند وقت دیگه معرفی بشه، ولی تازه پرچمدار 2019 LG اومده. خیلی خبر داریم در مورد بقیه گوشی‌ها، می‌خونیم که گوشی بعدش می‌خواد چه اتفاقی بیفته، ولی اصلا نمی‌دونیم گوشی بعدی LG چی می‌خواد بشه، اصلا در کاره یا در کار نیست، چه اتفاقی می‌خواد براش بیفته. برای همین این گوشی فعلا خیلی برای ما مهمه ببینیم که دقیقاً چه عملکردی داره و از اون مهمتر اینه که چون که تازه وارد بازار شده و به صورت گارانتی شما میتونید اون خریداری بکنید، می‌خوایم ببینیم که چقدر ارزش خرید داره با توجه به قیمت 8 خورده‌ای که داره. گوشی که اینجا ستاپش انجام دادیم، محتویات جعبه رو دیدین، جعبهش جعبه خیلی شیکی بود، محتویاتش خیلی ترتمیز قرار گرفته بود، دیزاینش دیزاین باحالی بود. خود دستگاهیه که تو نگاه اول اگر که راستش رو بخواید من
مثلا که در کنار یه آیفون قرار میگیره، خیلی خیلی شباهتش مشهود بود این قضیه و حتی آدم اشتباه میکنه چون که دقیقاً ناچ بالاش به همون شکلیه که آیفون داره، حاشیه کناریش هم مثل گوشی‌های پرچمدار بقیه شرکت‌ها خیلی کم نشده، خب زیادم نیست ولی دقیقاً به همون میزانیه که آدم رو آیفون‌ها میتونه ببینه چون یه حاشیه سمت چپ و راست دستگاه وجود داره. حاشیه پایینه که خب نامتقارن کرده دستگاه رو و دقیقاً اندازه قسمت چپ و راستی نیستش و خب حاشیه‌اش به نسبت بهتره که یکم ممکنه تو ذوق بزنه ولی خب یکم حالا چشم پوشی می‌کنیم. پشت دستگاه هم که شما دارید می‌بینید یه چیدمان سه‌گانه دوربینی رو اینجا داریم، قسمت پایینش هم سنسور اثر انگشت قرار گرفته و G8S ThinQ. خب G8 داشتیم و G8S ThinQ که این دستگاه جدیدتری محسوب میشه و یه جوری دقیقاً کامل‌ترین پرچمدار LG G8S ThinQ به حساب میادش. پشت دستگاه یک حالتی رو داریم که عملاً به عنوان یک آینه هم میتونیم ازش استفاده بکنیم و شاید مثلا من داشتم فکر می‌کردم اگه آدم بخواد از دوربین پشت دستگاه از خودش عکس بگیره قشنگ میتونه عکس خودش رو ببینه، در این حد داره خوب نشون میده. ولی خب خیلی مستعد اثر انگشته، تو همین چند ثانیه‌ای که تو دست من بود کلی اینجا اثر انگشتمو راحت میتونم ببینم و حتی قشنگ میتونم تشخیص بدم بافت سر انگشتمو. برگردیم به جلوی دستگاه. نکته خاصش چیه؟ نکته اصلی که داره و قرار این گوشی رو متمایز کنه سنسوریه که این بالا قرار گرفته. من تو ستاپ اولیه خب از چهره‌مو شناسایی کردم، یعنی چهره‌مو زدم که آنلاک بشه توسط چهره‌م. اول اونو با هم امتحان کنیم تا بعد بریم سراغ بقیه سنسوراش. این دستگاه الان لاکه، با 2 بار تپ کردن باز میشه، چهره رو شناسایی میکنه. اما خب سنسور اثر انگشت داره و مهمتر از قضیه اینه که شناسایی اثر دست یا بگم حالا شناسایی پترنی که روی دسته. من ستاپ اینو انجام بدم که در مورد اون بیشتر صحبت کنیم. خب ستاپش رو انجام دادم. یه چیز خیلی مهم که اینجا وجود داره، چرا هند آیدی جزء یکی از گزینه‌های اصلی موقع ستاپ اولیه دستگاه نبود؟ آیا خود LG به آیندهش مطمئن نیست؟ آیا اصلا قابلیتش رو زیاد حساب نمی‌کنه؟ به خاطر چی اینو گزینه اصلی نکرده؟ چون که شما وقتی بخواید از این استفاده بکنید بعد برین وقتی دستگاه ستاپش انجام شد برین تو گزینه تنظیمات هند آیدی رو مجدد ستاپش انجام بدین که اونجا بتونید ازش استفاده بکنید. ولی صرفا برای آنلاک کردن دستگاه استفاده میشه. اگه بخواید از اون جسچرهای حرکتی یا ایر موشن استفاده کنید جدا باید برین دوباره تو تنظیمات رو فعال بکنید. اینکه سختش کرده نمیدونم دقیقاً چه دلیلی داره و چه سیستمی رو براش در نظر گرفته، ولی به نظر من اگر که خود LG مدعی که این یه قابلیت خیلی اصلی رو گوشی محسوب میشه ای کاش بیشتر روش مانور میداد. در هر صورت من هم دستمو شناسایی کردم و هم اثر انگشت. اول اثر انگشت رو بهتون نشون بدم. دستگاه به صورت حالا لاک به این ترتیب خب میشه ازش استفاده کرد. بد نیستش، هرچند که الان خیلی از گوشی‌هایی که ما داریم می‌بینیم دیگه اثر انگشت رفته زیر صفحه نمایش و دیگه به این ترتیب نیست. اما الان اگه بخوایم یه حساب کتاب بکنیم ما چندین روش آنلاک کردن دستگاه داشتیم. یکی خب توسط چهره، توسط حالا پترن یا چیزی که بخوایم خودمون انتخاب بکنیم، اثر انگشت و هند آیدی. هند آیدی اینجوری ستاپ شدش که من باید دستمو تو 15 تا 20 سانتی متری دستگاه می‌گرفتم و کم کم نزدیک می‌کردم تا شناسایی انجام بشه. حالا اتفاقی که میفته اینه که دستگاه الان لاکه، من دستمو میگیرم بعد شناسایی انجام شد. به این روش میتونم دستگاه رو آنلاک بکنم. حالا مجدد امتحان میکنم، شناسایی انجام میشه. خب خیلی اتفاق سریع نیستش که بگم میتونه جایگزین تمام این روش‌ها باشه. یه جورایی شاید الان بیشتر متوجه بشیم چرا به عنوان یک آلترناتیوی که خودمون بعداً بریم سراغش. برای تست میخوام از اون یکی دستم استفاده بکنم. شناسایی داریم یکی بیا نزدیکتر. نه خب حداقلش یکی روی دست رو شناسایی نکرد، ولی این یکی دست رو مجدد اگر که بشناسه خب یک بار فکر کنم باید صفحه رو لاک کنم. به این ترتیبش انجام میشه. یکم سخته باهاش کار کردم به خاطر اینکه دقیقاً نمیدونم حالا 15 سانت یا 20 سانت اینجا میشه، نزدیکتر میشه، بالا بیارم، پایین بیارم. یکم تشخیص این سخته، ولی حالا به هر صورت اینم یه روشی که LG ابداع کرده و داریم ازش استفاده میکنیم.
حالا ایر موشن چیه؟ قابلیت اصلی که این شناسایی دست داره اینه که من کافی اول دستمو بگیرم اینجا، یک نواری رنگی میادش که نشون میده ایر موشن فعال شده. حالا دقیقا توی همچین فاصله کاملا انگشتای من شناسایی شده. حالا یه قابلیت که داره اینه که میتونم به این شکل یه اسکرین شات بگیرم، یا میتونم حالا انتخاب کنم که مثلا موزیک پلیر رو باز کنه، تو موزیک پلیر رو باز کنه دوباره فعاله. میتونم انتخاب کنم که یوتیوب باز بشه، دوباره مثلا انجام بدم یک بار دیگه. حالا کاری نشد انجام بدم، بیاد تو این طرف. البته اگه فکر کنم اول وارد موزیک پلیر بشم میتونم صدا رو هم باش کم و زیاد بکنم، وارد موزیک پلیر بشم. حالا یک آهنگی رو من پخش بکنم، دوباره بعد این قضیه رو فعال کنم و بعد به این ترتیب میشه صدا رو پاز بکنیم. چه اتفاقی حالا اگر که ما یک جایی باشیم که واقعا نتونیم از دستمون استفاده بکنیم، مثلا دستمون کثیف باشه، نمیخوایم بزنیم به صفحه نمایش، خب از این میتونیم مثلا کار انجام بدیم. ولی فعلا تو همین نگاه اولیه من همین چند تا رو تونستم پیدا بکنم. یکی میتونم اسکرین شات بگیرم، صدا رو کم و زیاد بکنم، حالا یه اپلیکیشنی رو انتخاب بکنم و مثلا دستگاه آنلاک بکنم. نمیدونم چه قابلیت دیگه‌ای داره خود سیستم عامل که مربوط میشه به بررسی تخصصیش، چه متنی چه ویدیویی که حتما بهش اشاره میکنیم. ولی کلیات دستگاه برگردیم دوباره به خود دستگاه. خب ما صفحه نمایش رو داریم میبینیم، رابط کاربری آشنا LG، هرچند که این رابط کاربری آپدیت شده، بعد الان تو آپدیت جدیدش تغییرات رابط کاربری خیلی زیاده که ما حالا حتما آپدیتش میکنیم و ببینیم که چه اتفاقی روش افتاده. باز کردن اپلیکیشن ها خوبه، بد نیست. تجربه نرم افزاریش تجربه آشناییه. بریم سراغ دوربینش که یه تستی هم روی دوربینش بزنیم حتما. اپلیکیشن دوربین، تصویر اولی که تصویر اصلی مونه، خب باید کیفیت خیلی خوبی داشته باشه. من یک عکس نمونه اول بگیرم، بعد میتونیم یک زوم 2 برابری داشته باشیم. واقعا رنگ و اینا خیلی خوبه، جزئیات خیلی خوب داره نشون میده، یکم جذبم کرد تصویرش. رو حالت اولترا واید که قرار بگیره زاویه بیشتری اون نشون میده. بعد یه چیز خیلی جالبی که اینجا وجود داره اینه که حالا موندن تو تصویر به خوبی این قضیه رو میتونید ببینید. من رو حالت اولترا واید قرار دارم. وقتی میخوام میام رو حالت تصویر اصلی خودم، یک افکت خیلی جالب اینجا داره، یه جوری داره اصلاح تصویر رو خیلی قشنگ انجام میده. میاد به این ترتیب و هی میریم جلوتر و این کار خیلی نرم و روون انجام میشه تا اینکه بخوایم 10 برابر زوم داشته باشیم. جابجایی بین دوربین‌های مختلف خیلی خوب بود، هیچ مشکل خاصی من که ندیدم و به این ترتیب ما میتونیم از 10 برابر به عقب برگردیم. واقعا حداقلش اینکه تجربهش تو این قسمت خوب بود. خب رو حالت 10 برابر که هستیم جزئیات خوبه، هرچند که حالا طبیعیه که نویز زیاد بشه به خاطر اینکه زوم نرم افزاری داره این اتفاق میفته. اما روی این حالت که به صورت اپتیکاله ما داریم میبینیم هم جزئیات به خوبی ثبت شده، هم بافتار خیلی خوب میتونیم ببینیم. رو حالت اصلی که مسلما باید آرمان اصلی دوربین اینجا نشون بده، همه چیز به نظر من خوب میاد. تفاوت رنگی خیلی کمی هم دارم احساس میکنم به نسبت حالا دوربینی که عوض شده، ولی تفاوت رنگی کمه که به نظر من یه آپشن خیلی خوبی محسوب میشه. ولی تصویر اولترا واید خیلی بافت اینجا خوب نشون داده نشده، یه جوری بافت کمتر داره خودش رو نشون میده و تصویر افت کیفیتی داشته. ولی در هر صورت علل حساب میتونیم بگیم تجربه دوربینش تجربه خوبیه و مستلزم یه بررسی عمیق‌تر و کاملتریه. LG G8S ThinQ، یه گوشی که دیر اومده ولی خب نباید زود بره. حالا باش کار داریم، باید حتما روش بررسی تخصصی رو انجام بدیم. تو نگاه اول و برداشت اولی که داشتیم گوشی خوبی بودش، اما اینکه این پکیج کاملی که اینجا قرار داره چقدر میتونه با رقبای خودش رقابت داشته باشه و چجوری میتونه رو به چالش دعوت بکنه، سوالاییه که حتما تو بررسی تخصصی بهش جواب میدیم. مرسی که با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.